سرخط خبرهای مهم. گمانبری یک منصبدار به دزدی 200,000 سومانی. جزای مردی روس برای حمله به یک تاجیکستانی و حمله گسترده روسیه به پایتخت اوکراین. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. دوام چند دقیقه بعدی شما را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. امروز جمعه 29 اوگوست. آژانس ضد فساد تاجیکستان سرداری ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر وحدت را به اذان خودکنی قریب 200,000 سومانی گمانبر دانسته نسبتش پرونده جنایی باز کرده است. به اطلاع منبع نامبرده از 20 ایون سال 2023 در این وظیفه کار میکرد و با گدای و ای رهبری جمعیتی یاسر انکشاف در سالهای 2023-24 برای جلب شهروندان بیکار به کارهای جمعیتی در حدود این شهر در چند حالت به صورت حساب جمعیتی ذکر شده قریب 200,000 سومانی گذرانده به واسطه گدای و این پول را نقدی کرده گرفتند. به گفته آژانسی ایدیف و گدای و مبلغ ذکر شده را از روی تعیناتشان استفاده نبرده برای استفاده شخصی تصرف نمودند. علیه ایدیف و گدای و با اتهام اذان خودکنی یا اسرافکاری به مقدار مخصوصاً کلان و ساختکاری خدمتی پرونده جنایی آغاز کرده و برای بررسی به دادگاه ارسال کرده شده است. به گفته منبع ضرر پوره به بودجه دولت برگردانیده شده است. در همین حال معلوم نیست که گمانبران بازداشت شدند یا نه. همچنین نظر خود آنها در رابطه با این قضیه دسترس نبوده معلوم نیست که آنها چی جزا گرفتند. دادگاه در شهر سنت پترزبورگ روسیه مرد را برای حمله به یک زاده تاجیکستان به 3 سال شرطی از آزادی محروم کرد. دادگاه ولادیسلاو پاپلوفسکی را اوباشی گناهکار دانسته است. به اطلاع دفتر مطبوعات مشترک دادگاه شهری این مرد نژاد پرست ماه فوریه همراه با دو شریک خود در شهرهای لانسکای به یک زاده تاجیکستان که سوار دوچرخه از نزد آنها میگذشت حمله کردند. دادگاه معین کرده است که آنها در اساس نژاد پرستی و خصومت نسبت به زادگان کشورهای آسیای مرکزی دست به چنین کار زدند. پاپلوفسکی در مرافعه به گناهش اقرار شده اظهار پشیمانی کرده است. شکایت‌ها از شکنجه و مناسبت نسبت مهاجران تاجیک در روسیه خیلی زیاد صدا می‌دهند ولی مجازات شدن آنها در رسانه‌های روسی خیلی کم نشر شدند. سر از 1 سپتامبر مهاجران کوری از جمله مهاجران تاجیک در روسیه عهده‌دارند که برای کار و زندگی در مسکو خود را در یک برنامه دیگری مبیلی با نام امینه ثبت نام کنند. در این باره مرکزی بسیار صحوی مهاجرت در سخاروی مسکو خبر داده است. به اطلاع نهاد ماه سپتامبر در این منطقه ها رجای آزمایشی به حسابگیری مکانی بود و باشی شهروندان خارجی جاری می شود که ترتیبی به حسابگیری مهاجرت را عوض می کند. بجز از شهروندان تاجیکستان اینچنین شهروندان ازبکستان، قرقیزستان، ارمنستان، قزاقستان، گرجستان، آذربایجان، مولداوا و اوکراین عهده‌دارند که در این برنامه مبیلی خود را ثبت نام کنند. ضمیمه مبیلی در باره موضع بود و باش جغرافی یا گلوکاسیا به وزارت کارهای داخلی روسیه معلومات می‌دهد. اگر در مدت چند روز این معلومات داده نشود درباره ضرورت تصدیق سراغ مکان بود و باش و خبر دادن به وزارت درباره عوض شدن آن به شهروند خارجی آگاهینامه یا پیامک می‌آید گفته شده است در خبر. با تاکید آنها در حالت موجود نبودن معلومات درباره مکانی بود و باش مهاجران دستگاهی مبیلی در مدت 3 روز کاری از زمان مانیتورینگ آخر شهروند خارجی از قید به سراغ مرکز بسیار صحوی مهاجرت خارج کرده می شود. بزرگترین نشر شاهنامه ابوالقاسم فردوسی در بیش از 1000 سال موجودیتش در تاجیکستان صورت گرفت. نزدیک به 2 میلیون کتاب شاهنامه را اکنون شهر به شهر و روستا به روستای تاجیکستان به هر خانواده رایگان هدیه می کنند. حالا تقسیم 2 جلده شاهنامه تا ناحیه فیض‌آباد رسیده است. همکاران ما ارشاد سلیمانی و برات یوسفی از رفت تقسیم آن گزارشی آماده کردند که همراه می بینیم. 1,700,000 نسخه
بزرگترین نشر شاهنامه ابوالقاسم فردوسی در بیش از 1000 سال موجودیتش که در تاجیکستان صورت گرفت. اکنون این تعداد کتاب شهر به شهر و روستا به روستای تاجیکستان به هر خانواده رایگان هدیه می شود. اینجا مراسم تقسیم 2 جلده شاهنامه در ناحیه فیض آباد است. یعنی که امروز در حجم 16562 جفت علاقه وارد گردید از طرف نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و ما مسئولین ناحیه فیض آباد آن را قبول کردیم و طبق امر رئیس ناحیه فیض آباد در این سمت به تصویب رسید و در 9 جماعت شهرک و دهات ناحیه فیض آباد کمیسی‌ها تأسیس داده شدند و در هیئت کمیسی‌هایی که بغیر از مسئولین جماعت شهرک 5 نفر از حساب مقامات اجرایی محلی حکومت نایب موظف کردند که این تحفه سزاوار پیشوای معظم ملت رو به هر یک خواجگی برده به هر یک عائله رسانند. هرچند در شبکه‌های اجتماعی برخی کاربران نشر و تقسیم شاهنامه از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان را یک کار تبلیغاتی و به منفعت خود نامیده‌اند، باشندگان ناحیه فیض آباد از این اقدام استقبال می‌کنند. شاهنامه به زوال فردوسی که یکی از شاهکاری‌های ادبیات جهان است، نقش بزرگ در خودشناسی و تشکل هویت ملی ما دارد. این کار امکان می‌دهد که همه مردم با این اثر هویت ساز دسترسی پیدا کند و از گذشته پرافتخار خود باخبر شود. این نسخه بر پایه نشر شاهنامه با حروف سیریلیک در زمان شوروی تهیه شده، پیش از چاپ در چند دانشگاه تاجیکستان و اکادمی علوم بر اساس نسخه ها و نشرهای معتبر شاهنامه تکمیل دیده است. ادبیات شناس مبشر اکبرزاد، یکی از مسئولان تهیه کتاب، آن را مکمل ترین و دقیق ترین نسخه شاهنامه در جهان می داند. ما این کار را اول شروع کردیم در مقایسه با چاپی استاد خالقی مطلق، آخرین چاپی خالقی مطلق انجام دهیم و یک جلد از روی همین کار رفتیم، از روی همین چاپ، و بعداً به بعضی سبب ها، بعضی عامل ها برگشتیم به چاپ ژولمول، چون چاپ ژولمول و چاپ مسکو که سالهای 60 صورت گرفته بود نسبتاً کامل تر است نسبت به چاپ استاد خالقی مطلق. بعضی بیت ها در اون چاپ ها هست، در چاپی استاد خالقی نمیدونم به چه سبب فروگذار شده بود، به سبب آن که متن کامل باید به جامعه پیشنهاد میشد، ما راه آوردیم به چاپ ژولمول و چاپ مسکو. با چنین شیوه نشر و تقسیم شدن شاهنامه در تاجیکستان، استقبال گرمی در میان فارس‌زبانان از جمله ساکنان ایران و افغانستان داشت. اما شفیعی کدکنی، شاعر و دانشمند معروف ایرانی، چاپ شاهنامه با حروف سیریلیک را در شبکه‌های اجتماعی کمک به گسترش زبان روسی در تاجیکستان دانست. این توسعه زبان و خط روسیه به بهانه این که ما می‌خواهیم فرهنگ ملی شما رو تقویت. ولی رحمت الله بیژنپور، فرهنگ شناس افغانستانی، بر این است که شاهنامه شاه اثر هویتی همه فارس‌زبان هاست و در هر جای نشر شود برای شناخت بیشتری گذشته میراثبران آن اثرگذار خواهد بود. در پی نشر این اثر قرار است که در تاجیکستان آزمون سرتاسری شاهنامه خوانی راه اندازی شود که آن را مقامداران یک نقش برای گسترش خودشناسی و هویت ملی مردم تاجیکستان می‌دانند. تعداد قربانیان حمله گسترده روسیه به پایتخت اوکراین شهر کییو روز 28 آگوست به 22 نفر رسید. در این باره تیمور تکاچینکو رئیس ماموریت نظامی شهر خبر داده است.
قبلا رسانه‌ها درباره هلاکت 19 نفر گزارش داده بودند. در بین کشته شدگان 4 کودک نیز بودند. 225 بینای استقامتی ضرر دیده است. حادثه روز 28 آگوست و زمان رخ داد که منصبداران بلندپایه اوکراین برای دیدار و گفت و شنید با نمایندگان آمریکا در نیویورک آماده می شوند. ایالات متحده خواهان ختم کامل جنگ روسیه در اوکراین است. مقامات در کیف گفتند روسیه صبح پنجشنبه با موشک و هواپیماهای بی سرنشین به گوشه‌های پایتخت اوکراین حمله کرده است و تاکنون 45 نفر مجروح گشتند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در تلگرام نوشت که شاید برخی تا حال در زیر ویرانه‌ها هستند و ممکن است تعداد زخمیان بیشتر باشد. زلنسکی گفت حمله امروزه روسیه با موشک و هواپیماهای بی سرنشین پاسخ روشن به همه آنهایی است که هفته‌ها و ماه‌ها باز به آتش بس و دیپلماسی دعوت می‌کنند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 29 آگوست خبر می‌دهد. 6 عصر پیش در سال 1417 در میدان معروف رگستان سمرقند نبیره تیمور اولوغبک امیر این شهر و دانشمند علومی دقیق و ستاره شناسی معروف دور مدرسه را بنیاد کرد که برای تحصیل و زیست 100 شاگرد پیش بینی شد. در 2 عصر بعدی در این میدان 2 مدرسه دیگر شیردار و تلاکاری ساخته شدند که دانش‌های بلندی علمی دور را فراهم می‌کردند. سال 2001 یونسکو پایتخت مدنی تاجیکان را که حالا در حدود ازبکستان است به فهرست میراث فرهنگی جهان وارد کرد. به دنبال امریکا در تاریخ 29 آگوست سال 1949 در اتحاد شوروی نخستین آزمایش بمب هسته‌ای برگزار شد که برای ایجاد آن از اوران استحصال شده در کارخانه تباشر شمال تاجیکستان کار برده شده است. کمبینات کوهی و کیمیایی لناباد که بعداً به وستاکردمت تبدیل نام کرد، سال 1945 مخصوص با هدف کمک در ایجاد بمب هسته‌ای ساخته شد. 29 آگوست سال 2018 در باغ جانوران شهر هلوبوکا над Влтавой جمهوری چخ به خرسک تیانشانه تولد شده از مادر تاجیکستانیش اسم تاجیکی ناخن سفید داده شد. در انتخاب نام خوانندگان رادیوی آزادی مساعدت کردند و دانشمندان کارمند باغ جانوران نام علمی تاجیکی را انتخاب کردند. ناخن سفید ملموی ادامه دهنده نسل خرس‌های نادر بوده به فهرست جانوران در حال نابودشوی داخل می شود. بانک ملی صبح امروز قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است به 119 سومانی، 100 یورو به 1111 سومانی و 100 دلار 955 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، شما آخرین برنامه نویدی بامدادی در هفته روان رو تماشا کردید. برایتان صورت خوب آرزو مندیم. خدا نگهدار.